و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر معزز و مکرم ما سوال کردند و گفتند که به سیدزاده ها یا سادات یا بنی هاشم دادن زکات چی است؟ برادرای معزز و مکرم، علمای کرام، علمای متقدمین بر این نظر بودند که دادن زکات و عشر برای سادات جایز نیست و گرفتن از اونا هم جایز نیست. این به خاطر ازی بود که در ظاهر و روایت امی ثابت است که به بنو هاشم و سادات زکات دادن یا صدقات واجبه ای جایز نیست، چون در او وقت برای سادات و بنو هاشم خمس الخمس داده می شد، یعنی از مال جهاد و بعد از پیامبر علیه السلام و خلفای راشدین در او زمان برای امی سادات خمس الخمس پنجم حصه مال داده می شد برای بنی هاشم به عوض زکات و دیگر صدقات واجبه اینمی داده می شد. اما چون بعد از خلفای راشدین این امر منقطع گردید، پس به این خاطر علما در بعضی نادر و روایات قول به جواز کردن که جایز است اگر در این زمانه زکات و عشر برای سادات داده شود قابل اعتراض نیست. چرا اونا میگن در حالی که قاعده اصولی است که فتوا باید به ظاهر و روایت داده شود که عدم جواز است، اما فتوا به نادر روایت در عند ضرورت لم یکن بعیدا عن الاصول، زیرا فتوا به نادر روایت که جواز است در وقت ضرورت ای بعید از اصول نخواهد بود، زیرا اخذ زکات آسانتر است از این که اونها بنی هاشم دست به سؤال و دست به گدایی بزنند. امام طحاوی و دیگر فقهای احناف این نادر روایت را ترجیح دادن و بعض فقهای شافعی و حنابله و مالکیه نیز تحت حالات و ضروریات فتوای جواز دادند. بنابراین دو نظر است. یکی نظر اما احتیاط در ای است که اونا نگیرن، احتیاط ای را تقاضا میکنه که اونا نگیرن. ببینین ما به دست دارم فتاوای فریدیه مجلد سوم باب مصارف الزکات. در صفحه 414 میگه حیثیت شرعی پرداختن زکات به سادات و بنو هاشم. سوال مطرح میکنه، بعد در جواب میگه اگر با وجودی مثلا میگه که چی میفرمایند علمای دین در این مسئله که یک صاحب که با خاندان بنی هاشم تعلق دارد و در مسجد برامین 80 روپیه معاش ماهوار فرایض امامت را سرانجام میدهد صاحب جایداد نیز است، آیا به امام هاشمی سید مذکور زکات فطرانه دادن جایز هست؟ اینجا جواب میگه اگر با وجود این معاش و جایداد ای صاحب نصاب نباشه پس گرفتن زکات برای وی و دادن وی جایز نیست. همین ظاهر روایت است، چرا او سید است. اما در بعضی غیر ظاهر روایت فتاوای جواز نیز منقول است، لہذا احتیاط در ندادن و نگرفتن است. چنانی که علامه شامی در در مختار میگه ولا الی بنی هاشم ثم ظاهر المذهب اطلاق منع است. چرا؟ به خاطر از این که امی زکات امو چرک مال می باشه، چرک مال است و این پیامبر اکرم علیه السلام به بنو هاشم منع کرده، در عوض از او برایشان خمس الخمس میداد و از این چرک مال اونا نگیرن. اما هدایا و هدیه های دیگر، هدیه های نفلی مشکل نداره. باز در صفحه 415 هم باز بیان میکنه که حکم دادن زکات به سادات و گرفتن ایشان. بعد میگه که واضح باشد که بنابر ظاهر روایت زکات گرفتن سادات، زکات دادن به سادات ممنوع است. البته در این زمانه در حالی که نه به ایشان هدایا داده میشه و نه خمس الخمس داده میشه، پس بجای این که ایشان را در ذلت سؤال مبتلا کرده شود، یعنی در ذلت سؤال مبتلا شود که دست به گدایی بزنند، این احوان یعنی آسان است که بر روایت ابو عصمت عمل کرده شود، یعنی برایش داده شود.
پس اینی فتواست انشاءالله که فهمیده باشین. علامه مفتی فرید صاحب در صفحه 413 414 415 ایرم بیان کرده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.